навиди бомдодии از رادیو زودی تقدیم شما بینندگان عزیز. امیدوارم صحت و سلامتت و روزتون با برار میگذرد. امروز 23 ایون و ساعت با وقت پراگا رسا 7 صبح است. در چند دقیقه دیگر برای شما خبرهای تاجیکستان و جهان را میرسانم. حامی مهاجرین توجیک در روسیه عزت امان در پیشروی سفر پرزیدنت تاجیکستان به مسکو خواستار ملاقات با او شده است. در این باره عزت امان دیروز یک مراجعه ویدیویی نشر کرد. انتظار می رود هفته روان پرزیدنت تاجیکستان امالی رحمان با هدف شرکت در پرد نظامی برای چند روز به پایتخت روسیه سفر کند. حامی حقوق مهاجران میگوید معمولا ضمن هر سفر رئیس جمهور به مسکو برای ملاقات با نمایندگان دیاسپوراهای تاجیکان رو در این کشور تشکیل میکنند. به گفته عزت امان از چنین ملاقات ها مهاجران اصلی که اقتصاد کشور رو میچرخانند دور میمونند و اساسا آنها شرکت میکنند که هیچ ربطی با مهاجران ندارند و این دیدارها معمولا با حمد و ثنا و تعریف و توصیف میگذرند، در حالی که مهاجران زحمتکش مشکلات زیادی دارند و میخواهند رئیس جمهور تاجیکستان به حرف دل آنها نیز گوش بدهد. عزت امان اظهار امیدواری میکند که در این سفر قریب الوقوع رئیس جمهوری تاجیکستان چند دقیقه برای ملاقات با این مهاجران پیدا خواهد کرد. عزت امان اوید کدام مشکلات مهاجران میخواهد توجه پرزیدنت امالی رحمان را جلب کند در برنامه امروز خبری کوشش میکنیم از خود او شنویم. ضمناً بنا به معلومات وزارت کارهای داخلی روسیه در این کشور بیش از 1,300,000 تاجیک کار و زندگی میکند و بود و باش و کار آنها در این کشور غربت سهل و ساده نبوده مشکلات زیادی دامنگیرشان است. ضمناً باید برای شما بگویم بینندگان عزیز، طور شما میدانید شروع از هفته جاری قرار است پروازهای چارتری از روسیه به تاجیکستان شروع شود و ما در برنامه بعدی یعنی در تقدیم سرخطهای روز برای شما تفصیلات خواهیم داد از زبان سفیر تاجیکستان در مسکو که تا امروز چقدر از افراد رو برای این پروازهای چارتری نام‌نویس کردند و در مد اول که ها به کشور فرستاده خواهند شد و چند پرواز چارتری در نظر است. عربستان سعودی اعلان کرد که با اشاره به سرایت کرونا ویروس نو حج امساله بدون اشتراک حاجیان بین‌المللی برگزار خواهد شد. روز 22 ایون وزارت حج و عمره عربستان سعودی گفت در حج امساله تنها مسلمانان خارجی اشتراک خواهند کرد که الکی در عربستان سعودی اقامت دارند. وزارت افزوده است که یگانه راه اجرا نمودن دستور فاصله گیری در دوره پاندمی به طور قابل ملاحظه کاهش دادن شماره حاجیان می باشد. حج یکی از 5 ستون اساسی اسلام بوده. هر مسلمانی که از نقطه نظر جسمانی و مالی امکان دارد باید حداقل یک دفعه در طول حیاتش مراسم حج را ادا نماید. هر سال نزدیک به 2.5 میلیون مسلمان از کشورهای مختلف عالم در مراسم حج در مکه اشتراک میکنند. سر از ماه مارس عربستان سعودی ادای مراسم عمره را هم متوقف نموده است. بازم برمیگردیم به پروازهای چارتری. صبح امروز هواپیمای شرکت هوایی اورالسکی آویالینی توسط یک پرواز چارتری شهروندان روسیه را از شهر دوشنبه به یکاترینبورگ انتقال داد. دفتر مطبوعاتی اورالسکی آویالینی خبر میدهد که هواپیمای این شرکت ساعت 5 بعد از ظهر با 218 مسافر از دوشنبه در سمت نوسیبیرسک یکاترینبورگ پرواز نمود. 115 مسافر تا نوسیبیرسک و باقی مانده تا یکاترینبورگ پرواز نمودند. با اشاره به صورت کرونا ویروس روسیه 27 مارس حریم هوایی‌اش را برای پروازهای بین‌المللی بست. در حال حاضر تنها پروازهای چارتری بین‌المللی برای بازگرداندن شهروندان این کشور اجازه داده می شود. یک طبیب توجیک رو که بیمارش در نتیجه التهاب شش و یا ظاهراً کووید 19 فوتیده است به حد زدن که در شعبه احیا بستری شده است. حادثه روز 20 ایون در بیمارخانه سریعتی شهر ترسونزاده رخ داده است و مقامات ملیسا حادثه را تحقیق میکنند. یعقوب دادا جونوف طبیب ریوماتولوژ را بعد آن زدن که یک ساکن شهر که در بیمارخانه معالجه میگرفت در زمان نوبتداری او فوتیده است. همکارانش گفتند که در نتیجه ضربه سخت مغز سری یعقوب دادا جونوف آسیب دیده است و باید در شفاخانه معالجه بگیرد.
یادجانوف گفت حادثه ساعت 2:30 شب رخ داد و نه تنها او بلکه پرستار و فروش شوبه رو هم زدند. طبیب توجیک میگوید تا حال نمیداند چرا خویشاوندان بیماری فافتیده با آنها چنین رفتار کردند. در بیمارخانه سیریاتی شهر ترسونزاده دو ماه باز گرفتاران بیماری التهاب شش و یا کووید 19 تبابت میشوند. دادجانوف گفت او مثل دیگر پزشکان باید 2 هفته بدون تنفس نوبتداری و بیماران را تبابت میکرد. یک منبع در مقامات انتظامی در ترسونزاده به رادیو زودی گفت حادثه را کارمندان میلیسا می‌آموزند. به گفته مصاحبه رادیو زودی رفتار 2 نفری که یکی از آنها پسر مرد فافتیده با نام ا است تفتیش می شود. مرد فافتیده ساکن 64 ساله شهر ترسونزاده بوده. به گفته طبیبان بیماری قند داشته است و گرفتار التهاب دو طرفه شش شده است که طبیبان نتوانستند جان او را نجات بدهند. یکی از آنهایی که طبیب توجیک را لطکوب کرده است اومده از او عذر خواسته است. باید گفت لطکوبی طبیبان در دوره پاندمی کووید 19 در تاجیکستان کم سابقه می باشد. در کشورهای دیگر نیز از بدرفتاری با طبیبان در زمان پاندمی گزارش رسیده بود. پزشکان توجیک که در صف پیش مبارزه با بیماری هستند تا کنون 10 همکار خود را از دست دادند. ضمناً وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته 56 گرفتاری نو کووید 19 را ثبت نام کرده است و تا روز 22 ایون تعداد عمومی بیماران به 5513 نفر برابر شد. وزارت با نشر یک بیانیه رسمی در وبسایتش خبر داد که تاکنون در مملکت 4039 نفر شفا یافتند و از این بیماری 52 کس فافتیدند. متخصصان به درستی امور رسمی شبهه دارند و میگویند ممکن است تعداد گرفتاران و تلفات از بیماری در تاجیکستان زیاد باشد. بر اساس فهرست غیر رسمی در اینترنت شمار جانباختگان از کرونا ویروس و التهاب شش بیش از 400 نفر را تشکیل می‌دهد. این فهرست را بر اساس خبری رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و اطلاع نزدیکان فافتیدگان تهیه می‌کنند. دوستانی شهر اسفاره به تحقیق ماجرا و زن و زنی کارمند میلیسا با اسلام احمدوف یک ساکن سالخورده و همسرش آغاز کرده است که ویدیوی آن در شبکه‌های اجتماعی از دست به دست می‌گردد. در این ویدیو دیده می‌شود که چگونه افسر میلیسا با مرد سالخورده دعوا و کش می‌کند و زن و زنی هم می‌کند و او و همسرش را دشنام‌های قبیح می‌دهد. عین زمان با عنوان افسر میلیسا دشنام‌های شبیه نیز از زبان جانب مقابل صدا می‌دهد. یک منبع از دوستانی شهر اسفاره با شرط ذکر نامش به رادیوی آزادی گفت با شرط ذکر نشدن نامش تفتیش پیشکی حادثه روز 12 ایون شروع شد و افزود هنوز پرسش شاهدان، جبردیده‌ها و هم کارمند منطقوی شعبچه امور داخلی وروخ شیرزاد پیرانزاده به انجام نرسیده است. اسلام احمدوی 61 ساله هم در صحبت با رادیو آزادی گفت که در واقع او را به دوستانی دعوت کرده و درباره ماجرای روز 10 ایون در نزد پستگاه پرسیدند که آنجا طبیب مسافران را که مرز تاجیکستان و قرقیزستان را میگذرند میسنجند. در این پستگاه همراه با طبیبان افسران میلیسا نوبتداری میکنند. اسلام احمدوف که راننده است ضمن صحبت با رادیو آزادی شیرزاد پیرانزاده افسر میلیسا را به سر زدن دعوا و کشاکش متهم کرد. او به رادیو آزادی گفت وقتی بازگشت از گذرگاه مرزی با قرقیزستان در نزد پستگاه ناظر راه او را بازداشت و درباره رعایت نکردن قاعده‌های حرکت بحث کرد. شیرزاد پیرانزاده در صحبت با رادیو آزادی گفت نواری که پخش شده است دستکاری شده است و گپ‌هایی که در حق او در شبکه‌های اجتماعی زدن تهمت می‌باشد. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در برنامه مسکو پوتین کرمل که روز یکشنبه در شبکه تلویزیونی روسیه یک پخش شد گفت هنگام تأسیس اتحادیه شوروی بسیاری از جمهوری‌های شامل شده زمین‌های زیاد و حدودهای تاریخی و سنتی روسیه را صاحب شدند، ولی به نظر پرزیدنت روسیه این جمهوری‌ها باید از هیئت اتحاد با چیزی آمده بودند با همان بیرون می‌شدند و لازم نبود تحفه مردم روس را با خود برند. پوتین دقیق نگفت که کدام جمهوری‌ها و زمین‌ها را در نظر دارد و تنها اظهار داشت که هنگام تأسیس اتحادیه شوروی حقوق بیرون رفتن از آن ذکر شده رسمیت آن قید نشده بود. او در این سخنرانی خود بار دیگر گفت که پیوستن کریم به هیئت روسیه انتخاب دموکراتی ساکنان نیم جزیره بود. کریم همیشه از ما بود، حتی از نگاه حقوقی، افزود ولادیمیر پوتین.
یک فرزندی اویله خانواده مهاجر توجیک در روسیه مکتب میانه را با مدال طلا به اتمام رسانده است. لولا اسلبکова همراه والدین در دهه ارخون کنور شهر ولادیکاوکاز به سر میبرد و مکتبی رقم 2 اینجا را با نامه سرخ ختم کرد. لولا در ولادیکاوکاز به دنیا آمده بود. در المپیادهای فنی فعالانه شرکت کرده است. صاحب شدن جای یکم در آزمون زبان اسیتینی یکی از دستاوردهای اوست، اما این مهاجر دختری توجیک میخواهد برای دوام دادن تحصیلش به تاجیکستان برگردد. او علاقه حجت خود را به دانشگاه آسیای مرکزی بنیاد آقاخان در شهر خاروخ فرستاده است. امسال یک جوان دختر دیگری توجیک نیز توانست مکتب میانه را با مدال طلا در روسیه ختم کند. جلو قدیرова ختم کننده یکی از مکتب‌های شهری سرگود میباشد. والدین میگویند فرزندشان میخواهد شامل دانشگاه طبی شود. البته ما برای این دختران موفقیت میخواهیم و امیدواریم که صفحه چنین جوانان در مهاجرت بیشتر شود. با هدف جلوگیری از حادثه‌های راه نقلیات، پیشگیری و آشکار نمودن قاعده ویرانکن‌های حرکت در راه از جانب ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی از 15 تا 21 ایونی سال جاری در حدود تاجیکستان عملیات مخصوص گذرانده شد. به گفته اکبر قربانزاده، سردار شعبه تشویقات و ترغیبات ریاست، در جریان عملیات 81 دلیل غیر قانونی نصب کردن تجهیزات مخصوص صدادهنده، 509 دلیل جهازانیدن اسباب‌های غیر استانداردی علاوگی بیرونی روشندهنده آشکار شده است و نسبت ویران کنندگان سندهای مأموری ترتیب دادند. به قول منبع، برای رعایت نکردن قاعده‌های نصب کردن تجهیزات مخصوص صدادهنده و یا اسباب‌های علاوگی بیرونی روشندهنده به واسطه‌های نقلیات به اندازه از 3 تا 5 نشان دهنده، یعنی از 174 تا 290 سومانی با مصادره اشیاء حقوق ویرانکنی مأموری جریمه تعیین کرده می شود. و بینندگان عزیز، اکنون برای شما از قرب اسعار خارجی معلومات میدیم که از طرف بانک ملی چنین تعیین شده است. $1 10 سومانی و 30 درم است، 1 یورو 11 سومانی و 57 درم ارزش دارد. امروز قرب 1000 روبل روسی 148 سومانی و 30 درم تعیین شده است که نسبت روز گذشته بیشتر می باشد. با تشکر از یک شما برای همراهی که در این صبحی بر وقت با ما بودید. خبرهای بیشتر را من برای شما بعد از 3 ساعت دیگر تقدیم خواهم کرد و امیدوارم با ما میمونید. تشکر و خود را احتیاط کنید. سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم. نویدی بمدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید.